حسیب سایید به چه دلیل در امریکا زندانی شده است؟ قاچاق پول هنگفت توسط آریانا سیید و حسیب سایید در امریکا. حسیب سایید و آریانا اکنون در کدام کشور زندگی می کند و دلیل دوری آریانا سیید از هنر موسیقی فاش شد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. اریانا سیید هنرمند بی‌بدیل، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان که به کارهای هنر آوازخوانی‌اش از سن نوجوانی آغاز کرد ولی بارها با مخالفت‌های خانواده‌اش روبرو می‌شد. اریانا سیید در کشور انگلستان زندگی می‌کرد و تحصیلات دوره لیسه و دانشگاه را در این کشور به اتمام رسانید. وی در سال 2008 به افغانستان برگشت و کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد که بارها مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها قرار گرفت. اریانا سیید در کشور ترکیه اکنون زندگی می کند ولی بارها به خاطر کارهای هنری و سیاسیش به امریکا سفر می کند. وی در امریکا برندی از لباسهایش را ساخته است. اریانا سیید در امریکا بر علاوه کارهای هنریش نهاد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان ساخته است که توسط افغانها در امریکا مدیریت می شود. وی همیشه برای دفاع از حقوق زنان صدا بلند می کند. ولی چند می شود اریانا سیید کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزیده است و تصاویر وی با حسیب در صفحات مجازی نشر شده است که این دو در امریکا زندانی شدند. اما تاکنون معلوم نیست اریانا سیید و حسیب به چه دلیل زندانی شدند و به چه دلیل اریانا سیید دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین برنامه‌های هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای اریانا سیید با جمع دیگر افغان‌ها از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. عزیزان و دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران اریانا سیید و حسیب به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.